این کیک از خواهر جان. به چی خاطر؟ سالگیری سهر از خوب است که تاریخ هم متوجه شدم. اینه میره بگیره جمع جور کنین نگذره. با کی بگیرم لالا؟ با کی جمع جور کنم؟ این با سهر است، سالگیریش است امروز. با اون کس که پیسه ما دوزی کرده؟ مگه مزدگاه کده خوب هستی یا چه می؟ طلا ملا چیز نخواستی از پیش دیگه کسا رو بی وقت از شوهر خود طلا بیار فلان بیار بسم الله. بر ما تو دیدیم که نمیخوای با خاطر چی دل ما خوش کنم که بر ما چیری بخر بر ما انگشتر بخر با مزو بخر که ما چی نه تو کجا میشی؟ خاچی باید میخوای خودن یاد دادی؟ بچیم جان مادر ده روز خوشی تو گپا نزن صدقی سر چاو سعی دیشتم چیندن نمیتونه که چی دکم شام بیچینم. خب خیره دیگه الو حشمت ای پیرانتون بار نوت مبارک بر کالا تبدیل کردن رفته بودی؟ جور باشی چرا؟ شما کالا تبدیل کردن میکنین من نمیکنم؟ شما نه بپوشین من نپوشم؟ اون پیسه از کجا کردی؟ خب ما چی گفتی ماما؟ ها؟ باز بگو؟ باز بگو؟ بگو چو؟ میرا چو؟ اومدن چی میکنی حال بانک مرای ما ببینیم مندازی مرا مای تو باز نکنی. بانک ما برم کجا وردی مرا؟ و نک چشمای تو بازه؟ طرفشی توی لاک تو باز میگیم که چه وقت باز کنی بیا. بیا. حالا دم با دار بانک بخور. خب میفهمید نیست بیشی. پوشک است بیشی. حال باز کن یا نه؟ باز کن. سالگیری دختر مبارک باد سالگیریت مبارک دختر قند شیرین والله من میگم 1000 ساله شوی نفس مادرت من خزدست جگر خونی های خانه دا یادم نبود جگر مادرت قربانت شم سالگیری مبارک خداوند ازت سلام بسازه خداوند نمرت تلاشی شوی جان خداوند خوشبخت داشته باشه 1000 ساله شوی دختر بودم زن بیادر یا ینگه خیلی ببینی نعمت جان بچه بخیر باشی ما. تشکر نیمه جان تشکر لالا تشکر تبریک باشه. ماما شوی. نباشین چطور سالگرد جور منه ماما آخره چه به نیروز خوشی چی نکنین تشکر نیمت ما میگم که میره سپرایز بود که برای خانه نمیمون باشه دیگه اگه من دقیقه تو چی اچ میکنی؟ روشنش کن ماما این چطور کالای نو پوشیده در پوز نخودی ماما اگه فکر تا بگی نمیخوام کاری بچه مکمل دوی دکیک نزده بگی این طرفت پیچ بگی در بته دخترم بعد که این سلمان وقت شده برو میگه یادت نکنم سیرت خدا کنه خیلی بینی اگه نه 10 سالگیری خود ما جانک سالگیری تو رو چه وقت بگیریم بخیر تو سالگیری تا بگی سالگیری مرا چی میگیم سالگیری من یعنی نیست که اولادایم خوش باشه من خوش هستم باز شریک یک سالگیری هم میگیریم ما و تو بکن دختر چی بده تشکر از کلتان تشکر نیمت لالای ماما خاله زرغنه مادر صدقه سرت شو شدی شب پوف کنی یک آرزو کو تو خب میکنم ماما وان تو که ما یک دفعه کنم از کلا یک تشکری کنم آرزو میکنم میفهم چی آرزو دارم تو یک زرشن شورت کم کنی حالا تو کالای نو تو پوشیده جای من خیر است خواستم که خوشی که تو خوشی خود را تقسیم کنم
یک آرزو کو باز پف کو دیدن یک جای تکه کنی نعمت بچه نعمت بچه نمودش دمیت که دوگه کتن یک جای جوره سالگرد مبارک باد سالگرد مبارک باد بگی نعمت الله فقط شاید توی است که تکه میگیم صدقه سر دختر سر میراد نواق شد حتما مادر اینه خوب شد بخیر تبریک باشه سهر بازم با خاطر نیست تشکر لالا جان بیشی لالا حالا یک 5 دقیقه بیشی میره مادر نواق میشه از کار میکشن مادر ای قروزا از کار نمیکشید امروز از کار نواق میکشید میشه بخی نواق شد سر من حالا میان لما کیک خوب بخور خیلی باید نگاه کنی مادر مثلا نواق شده خب برو دستم خدا بستم برو که وظیفه برات مهم است خیر است مادر نه خود تو سعی کده که یک 5 دقیقه نشیشت نه تشکر زنده باشی الله مادر نوشک جان که صدقیت شوم نوشک جان نفس مادر خدا لازار سالت شوی زنده باشی مادر جان که شما یک جای خاله زرغونه جان زنده باشی یا مثل دختر تو روز خیلی که تو دختر نداری مثل دخترش چی سامسای دخترش هستم دختر مست بشین مثل دختر شو اندازی نکو دی روز خوشی ینگه بخون نوشه ما ای مامای ما بودی مامارم بتیم دختر مهم یادت میاره که امیت تو نما گرفتی سعی کد که چطور خرزابت دخترم چطور تیاری گرفته پینانتنبار نو جور ما فکر کنم کرده که بعضی خواستگاری میریم باش کالای مستق نایی بیگی دخترم نگه درش خواب یا چی کن بیگی آیا دستمال خو می آوردی؟ والا دیگه خب مهم نبودی که من بعد تو دستمال میارم اما قام گرفتم خدای تو شکر آره تو گرفتی یا نعمت؟ خود لالایم گرفت تیاریش هم قام کردم خدای تو شکر کنم خداوند حال خوشت کمی بسازش دخترم لای 1000 ساله شوی بخیر خوش بیگی نای جان تکه تکه کن با چی سایل موندی شام بود پاف شد تکیش کامت نیست میاره که بخوریم حالا بیگی تیز که تکه تکه کن دخترمو خوردن خود تیار هستی بیازه بر خوردن آدم به خاطر میشه کم کار میکنه جان ما تو خیلی بچه تیار هستی بخیر برو ما پرتو که بخورم چرا؟ ای فهمو ما بگی بچه اینه رو بعد از اون بده بخورم یه شو پس کنم مادر ای مادر پس کنم دیگه شو پس کنم پس اینه یهش خوردنی نیست خوب ترابونش میخوره خاله زرغونه میخوره نه خوردن همیشه یه شویی بابا ماما بخورم ماما تو بخور بگی تکه کن بگی تیز تکه کده برو بگی کالا که خراب نشه بله بله ینگه مشنوم چرا زنگ زدی؟ کی ینگه هستم شناختم چرا زنگ زدی؟ کجا رفتی؟ ما را الا کردی؟ شما خب به فکر من نبودین من مجبور شدم بالاخره زنگ بزنم خود چرا رفتی؟ کجا رفتی؟ چرا زنگ زدی ینگه؟ کجا رفتی؟ او کارای مادرت یادت رفته ما مجبور شدم که برم تو خوب چشمای خودت دیدی سر من چی وضعیت آورد ینگه حالا خدا خانه خود سر آدم هر کار میشه هر گپ میشه باز تو خستم تو میری؟ بی خبر؟ چرا زنگ زدی؟ به کدام دلیل زنگ زدی؟ پند نصیحت نده موبایل ببر مادر تلک مکارش نمیبرم مادرم کامپیوتر ببینه فشارش بالا میره دفتن اونم جا میموره من نمیخوایم نه سهر دیدم نمیتونم به خودش ینگه زنگ بزنم ینگه از صدای ما زیاد بلند نکو نمیشه برو ای پیسای خورزاده این نشه اینیا کلش پاون از پاون چی؟ اینیا پاون است بیا پاون راستی کنید بگی بخور که پاون نمیشناسی؟ خدایش باری بگی نه تو میشناسی بگی بچه بگی تو اگه میشناختی تو کلا بر جو تکش کن. عصبیت بالاست چی که برای میراب جانم بانی خود جانم مادرک مادر میمانم باز برای میراب بانی که اون دید که گفت نی نه بله بیشتر گفتی یخچال کدام یخچال خب مادر فکر نشد دیگه اگر گفتم خیره دیگه خدا در فکر خانه مادر خود رفتم اونجا یخچال فیلیزر هر چیز لاشن چو بشی بابا خانه ننیش خانه ننیش یخچال بگی ما بچه میجیبه تو مادر نه اول مادر بر اولادای خود تقسیم میکنه باز مادر میخوره بچه قند شیرینم بگی جانک بگی سکشان خورده میره که اینان خدایش بانی مادر بسته بگو نه برای نیمت بچه بدی بچه مادر من میفهم یادتون که اول اولادایم بخوره سیر کنه باز اینه دیگه فرق برای ما چیز برای ما زرغونگک اینه اینی از زرغونه دونی از زرپت برای من
بر میرابم بر خودتان بگی بی جان که زمان ده قاب میخوری؟ آره خیره کفر میشه توبه صدایت بلند کو، چی از دستت میایه؟ موبایل ببر برای مادرت. نمیبرم ینگه. سحر اصاب ما خراب نکن. من میتونم تو گفتم اگه به مستقیم فکر خودت ما زنگ میبودی بزنم. نمیرفتی اما تو بی سر بی پای. یک دفعه اول میدادی که من میرم. خو اول میدادم که سوغاتی دارین برای کستوفه ببرم. موبایل ببر. نمیبرم ینگه. سحر من قدر وقت ندارم، موبایل ببر گفتم. ینگه من موبایل میبرم در مادرم فشارش بالا میره اونم میشه جای به جای مریض میشه. چی باز بهتر؟ توانشه کی چی میگه؟ بهتر از اینکه جای به جای شود؟ من میرم میخوایم سحر ببر موبایل برش. نمیبرم ما ینگه. چرا زنگ زدی؟ به کدام دلیل؟ اونم تو که رفتی گفتم برو دیگه. مادرت کار دارم. رفتیم فکر نکن که من پس میایم. حالا گفتی میت که تو پس بیا موبایل ینگه. کار دارم مادرت. وقت زندگی مادرت بیادرم کار جور دارم. شده اونم برو. مادرم به بیادرم ینگه نایده گرفته. بیادرت خودش کجا بر من مهم بود؟ کار زندگیش مهم باشه. همچه خوش خندان باشین کلتان. خیلی بیبی چی رو زیاد نخواه؟ باشه نخواه شیری باشه نمیخواه ماشین قمازه دارم نمیخوام نه که کسم گریه که نوش جان نوش خیلی جان بیبینی بچه تو یک کیک تازه آوردی کیک اسپنجیس ما جانک جان گریزی جانم ما قیمت نگرفته باشیم وقت مادر رفته برش کیک آوردی میره خور برش مگه میفهم یک کیک خوبش دیگه گرمی چی آن نشد خواهد باردش هست. کیکش مزه میگم امی زن دوستی زن در دل ما من متنمی رسی با وقت بسازی اگه در رویت تو چیز نیست خیلی بیبینی جان اما ما خونتون میراج خوال ما دوست داشت. چرا خب شد شکر که نیمه جانمی خودت بودی من خب به خدا بار کن که از دست ایمی تشویش یا ایمی جان خودم فراموشم شدم چه خواستاک سالگری از ایده یادم گناهت مرا نیست. بس بند کنی ما یک جانک سر از یادار سودا. آفرین من آفرین من هم مقداری خدا جایش من. ما دام دواز کن ما نمیخوام بس بس مریض دیگه بخوا دیگه به خدا مریض به خدا مریض بی خودی همه راست میگم گفتم. مریض میشم دختر به خدا مریض میشم مادر کلیم شما کلیم شما خدا شکر شما رو نبرید. الله خداوند پاک خدای هر روز هم تو خوشی در خانه ما باشه نکمی خوشی اتفاق باشه چطور روز تیر میشه خدا رو شکر همی یک امید من در من میتونم چرا بتگیدیم کلیم ما یک فایل خود کنم ما کمی چون میشه نمیشه در باید نکنم. یک دانه خیر امروز یک فایل کنیم دیم کلی از اوگاه میشه نه زر خونم به خدا بار کو که او را خدا ببخشه میراجم کمی میاد بر پاکاری حالا میتونم دورش کنم خوب خطرناک است ما جانک ینگه شف نشفتالو چی میخوایی که ما برد کنم امور بگو گفتم دم بهترین روز زندگی ما چی میگم این روز سالگیری ما سرمزار نکو جدی سالگریت بود بسیار زیاد ببخشی آی بیخی فراموشم شده بود موبایل ببر سهر گفتم من وقت ندارم ینگه با یک شاید میبرم که چیز نگویی بر مادرم تو ببر رویشو باز من خودم میفهم اول بر ما بگو که نمیگی باز من میبرم بر مادرم گفتم موبایل ببر من که تو هیچ گفتنی ندارم ینگه مام ندارم که تو گفتنی که من قدر جربست نکو ینگه جان برات گفتم که میبرم موبایل بر مادرم اما چیز نگو برش اونا منجا فشارش بالا میره مریض میشه باز که میشه در همش اینا ماستیم سیس تو موبایل ببر سیس اینا من میبرم نه باز دیگه نمیخونم چی نه؟ باش کنجی الو نکو دیگه سالگری من خونه سوزه سالگری تو سکتو تو باش تو خیلی نه که خیلی تو باش تو باش اگه نزنم تاگه بار بده تو لامت تو لامت تو خبیر داره یکی چطور نشه کم الو وسط خیلی مبارک نه مگم خیلی ببینی نیمه جان همه یک کیک مزدار خوبش بود که بیارم خداوند هر روز رای سالگری سرجان و خیلی شما بیا بشی چیز دختر سلام
شد؟ متعجب شدی؟ فکر کردم دیگه ما مردیم. نه خیلی نیم از زنده هستم. راستی که شما کشتید؟ هرچی نبود در رستان بودم و باید عمرم کردم زندگی کرد. اقدر برتون بیارزش و بیاد بودم؟ کما تو پشت میلا کردین؟ نه چی کارام ظلمایی که در حق من نکردین؟ یاد هست؟ تو وجدان راحت است؟ یا نیرستی تو کجا وجدان داری؟ زندگی مرا به خاک یکسان کردی. اون ظلمان صدامایی که در حقم کردی دانه دانه یادم است. رویا حالا من چی ظلم کردم برات؟ خودت برآمدی رفتی. من چی کردم برات؟ تو زندگی سر من تنگ ساختی. تو منو مجبور کردی که من از خانه برایم. چقدر گذشت کردم. چقدر گیرم آوردم. ولی اصلا نشدی. اگر این من دختر پدر کرده بودم بس. حالا وقتی مسئول باید گپ بزنم. حالا من چی کردم؟ من پدر کلان شده بودم. من هیچ وقتی کار نمیکردم. حالا من چی کردم؟ خودت برآمدی رفتی. من با چی ظلم کردیم سرت؟ من مجبور ساختی. مجبور ظلم ستمان یاد رفت. من همیزش نوازشت میدادم. راست میگی. کار فساد زیر پای خودت است. و هیچ وقت هم نمیبخشم. پیش خدا ازت شکایت میکنم. و یکی تو زندگی مرا خراب کردی. تا نمیمانم که تو زندگی خوش و آرام داشته باشی. بعد از این خدا تو از دستم نجات بده خوب؟ راستی یادم میبره 24 ساعت زیر نظر مستی. تو هم زیر نظر مستی. نوازم و نواز جادانایت زیر نظر مست. مگم خودت رفتی بچه. من چقدر جستجویت بودم. من خبر دارم. من از کل چیز خبر دارم. بعد از این من زیادتر متوجه تان هستم. حالا رویا بود رویا. چی شد؟ چطور مقبول شده بود؟ چاقم شده بود؟ رویا روز خوشیم دندان دردیست. بیازو اینجا خیلی روز است. مثل گیره سر ما نمیره ما جنک. اشمت نعمت سحر ناید تو میگم زرغونه این کل تان اینی میگه براتان میگم نه که یک گپ میشه وقت در گوش میراب میره. اگه این گپ تلفن که ما کتی از رویا گپ زدیم در گوش میراب برم ای را بفهمی و بدانی که هر 5 تا میگم این خانه را به خدایش قسم که سرطان چپه میکنه. فهمیدی سحر؟ که این گپ من نادیده نگیری. مادر اگه خودش خبر شود چی؟ یا خودش زنگ بزند چی؟ بلازی که میفهمیم که نو رویا یاد میراب رفته که پسی گلا برای من تازه نکنین. نمیشه خبر. کی خبر میشه؟ آخر میای ما. نگوی کی خبر میشه؟ کی میگیشه؟ آخر خود آمد. مادر تو خو میگی که ما نگوییم خانه رو با سر ما چپا میکنی. خب اگر میراب خودش خبر شد که بگه ما نگفتیم برش بازو خو خانه رو بر ما بانو تمام این شار سرمازار میکنه. خدا زندگی رو سر ما بد میکنه. خدا طرفدارم بود که برآمد رفت. اگر میاد میشد خلاص بود دیگه. فهمیدی نفهمیدی؟ قضیت که ورخطاست اول بخبر بو برش بگو که زد تو ورخطاستی. من میگم نگوی میگه بخی برو بگو. خود جان سهر ورخطاست نی؟ خب برو برش بگو یا. ای ما جانک اما تو کاره خم نکو. من که چیز نکو خدای نخواسته دیگ جنجال مشکل میمانی بان که کلگی خانه خبر شود. تو خودتو کپای میزنی که ایران خدا بودی. این کیک میکن بردار بخیز. که هر دفعه که یک سالگیری بوده دیگه نمت غم سر ما آمده. سالگیره سر ما نمیره به خدا. اینه دیدی؟ اوه کجا بودی روی وقت؟
دقیقه روزای دیگه نه این دمی روز خوشی من روز دندان دردیست نه من خود گفتم نه که من طالع ندارم این نیست تو من اختار میداد حالی رویا هست که دیدی اختار دادنش خود دیدی نه روز در خانه خودم یک اپل نمیشه که برای من دیگه اختار بازی داده میشه یک اختار بگو دیگه اختار بگو خدا من چطور کن این در خانه من چقدر غم شد چی میگی تو غیر سوال کردم میری حالا دیگه اختار کی است مای جان که ما دیگه اختار کی است دیگه اختار کی است غیر تو سوالای بی جای تو از دل من چی خبر هستی نمیاله حالا خب بگه که من بخبر شدم که تو بگه که من بخبر شدم بگه که من بخبر شدم یعنی ندیدم وضعیت رایده ندیدم یعنی دیدم همینجا بودم دیدم همینجا بودم دیدم که هیچ اصلا گپ زدن نمیتونستی استاپ مانده بودی هرچی که تو هرچی میگفتی هیچ صدای تو نمیرامد چطور باز خودش رفته چطور چاق چلام شده دوش گرد شده با بر من اختار میتم او از گیر تو که خلاص شد نه خدا تو نورانی شده بود چاق شده دل تو آوست مگم پیش من که بود بودنه وارو بود حال ببین این روی ماتو کشیدن ماما بخیر اگه میمونی خلاص سالا رو بی که بریم اولی تناس خب بخیر خب شد که گفتی ای خدای تو با ما جانم حالو همه تو روی ماتو کشیده روی توی نقیق شده سر متوجه مادرت باش که جگرخون شده باز مریض نشه من اگه تا دکان میرم باز زود پس میم خب آزایز برو بخیر بریم ماما متوجه خانه باش من تا دکان میرم پس میم سیز میگه که سیکو من رو متوجه خانه باش صاحب خانه رو میگه متوجه خانه باش نه جان میشنم خاله سرخونه چرا؟ اوی خدا خاله سرخونه من از این میترسم روز نشه که ای رو یاد بگو بیای من چی خواد کردم چی خواد کنم من نفهم چی خواه که به سر خود وردارم نه میای بچه من کجا میای حالا که رفت پس چرا بیای میای خاله زرغونه اگه میراب خبر شد چی خواد کردم خب ما پلیز خوار ما ببینم خوار جان من دختر و مادر ما جورتشان آفرین میگم اون روز مادرش زنگ زد تو رفتار داد امروز دخترش ولی آفرینشان آفرین با جورتشان اون خب وضعیت دیدینی اگه میراب خبر میشد چی حال میشد باز اونهایی دیدی که به چی رقم برآمد اما باید از این مادر و دختر ترس بکار است و هرچی بخواین قدم میتانن ما اومدم چیزی گفتن نمیتونم حالا تو دیدی وقت های صورت و تو گپا با ما جانک زد که با خودم حیران مانده ما جانک با هیچ گپ زدن نمیتونست خال زرغونه مهم نیست چی کنم مادر ما حالا گپ زندگی ماست حالا گفتم اون نامی دیگه حالا چرا رفت که بس بیده خانه چرا زنگ زده بود چی میکنه مرگ میخواه اینجا حالا از اونم بدیه و زدن و کندن ندید کلش خودش با زبان خود گفت که چه قسم کارا کردی و چه قسم چیز کردی نه دیگه ما هم نمیفهم دیگه این نمیفهم خاله زرغونه چی کنم بیخی پاک خدا گم کردیم ایران موندیم چی کنم اگه بیایه ما وقت بشینم من باقداری کنم
نمیفهم. فکرم بسیار نارم است. این تصمیم گرفتن نمیتونم. به خصوص میراب خبر شود. چی خواد کردم؟ یک گپ دیگه هم از خوارچان. تا مو کارا را نمی کردی دی جنجال آله نمیفتادی. تو هم زور گپ میزنی. من چی کارا کرده بودم؟ خب کل چیز خود تو مرا یاد میدادی. اگر مو کارا را کردیم رئیس ما تو بودی. هالو دلت است که برف بام خود سر برف بام ما پرتی؟ من آرام و آسوده در خانه خود بودم. تو بر من زنگ زدم میرفتی که بیا در جان تو را کار ضرور دارم. من خب بدل خود نمی آمدم. خب باز تو دستکتی من یکی کردی نه تو مرا راهنمایی کردی. من یک از پیش تو یک مشوره خوب یک نظر خوب میگفتم تو مرا این راه رو یاد دادی که این داینی سرد رسیدیم. باز اختار بازیش خودی دینی چی کنم چی خواد شد خود کردن در دست می درمان خودت کردی. این شرنگکایشه که میگرفتی تو میگرفتی نی تو الازی گه بزن که میراب خبر شد چی خواد شد. امروز نی صبانی دیگه صبح حتما خبر میشه. تو چاق چلش شده بود. لا از ما فقط یک گفتن بود. خواستم کاولت بگیرم. برم کاولی تناس. ای خاک دست سرت خبر گرفتن که میای نیشت میزنی و میری. نوید ترسیدی؟ یعنی فکر میکنی که انگه میایه؟ رویا برو قناعت ترس نمیایه او. اگر برات بگویم خب اصلا بر مهم نیست که بیایه یا نبیایه. خب باز من نمیفهم با کدام روی میایه او، با کدام روی میایه که همه که گریخته با کدام چی روی داره که در اینجا بیایه. باز میراب خو هیچ وقت به هیچ وجه او رو قبولم نمیکنه. موضوع لالای مبان نایی جان اون خودش خوب میفهمه که چی خوب است برم چی بد است. با تو هیچ مربوط نمیشه و دیگه تو اگر نترسیده باشی از امو خودت نگویی اینمی رویه و حرکتت که در اونجا دیدم و ای حاله تو دود کردی که من فکر میکنم اینمی حال دم پشت سر رویای انگه میستاد است. چاقو رام گرفته. اگر بگویم خب موضوع ما به تو مربوط نمیشه. میرا بر چی است؟ موضوع میفهم که چی بگویم چی کنیم و چی نکنیم تو مربوط نمیشه. خب تو به من یاد بتی. دیگه دومی که دان تا بسته کو گپای لو بولی به من نزن. اصلا بسیار خراب است. نشه که دل ما سر تو خالی کنم. نمیتونی سر ما خالی کرده. نمیتونی. باز که کرده باز وقت میفهمی. رویان آمده بام کفید. خواه نال وقتش است که من تو را جزایده بتم نایدک. خدای جونی مامو با خداستی؟ کجایت بذارم؟ تقدیر ایدس اودس ای پای او پای. حالا میگه بخواد تو چرا برام میراب نمیگی؟ برازم بگو که با خبر باشه کدام مشکل نشد. بر چی بگویم؟ بر چی بگویمش؟ مقصد ما خود گفتیم از گوشت کشیدیم دیگه با ما غرض نیست. قصه شوی کلید ما گم کردیم های خودش هم خاله زرانه با خود نیست دفعه نکو شو کلی دختن اوسو بریم شو ماما نکو ای چیزایش خندی نمیشه. لالا بیا تو اینه ماما میتکه او یخ است مادر. میرم جان آلو خوبش کده دیگه میکنی آلو
بله بله هنوزم خنده کرده میره. پرچه یک سری دگم بگی برو سکن خودت تر ساختی بچه.